انتظام دو شهر زین آباد داشته و بزرگتر اینجا بیا یا از رباطه همه جاها شاه عباس راست میکرده اینجا انتظام شاه عباس کی؟ شاه عباس شاه عباس اشتورا بله راست میکرده. بعد اینجا انتظام گفته که خودم یک پول متوب راست منم از مشهد رایی کرده اون برفته دو داشخانه راست کرد و آدم ها ورد خشم مالی و همونجا هم هیزا مرکد و خشم اومدن خوش مشهد هی اینا نمیچینده اون نظرشم علومه که اینا پخته میشه یا از خالی میکرده و دوباره و معور دوبار خار قاطر میکرده معور که رباط راست کنن استقاشم از جهان نتونستی راست کنن از کاشان او میان رباط راست میکنن از اهل کاشان بیجا آدم نبیه خود بله راست میکرده یاد وقتی راست کرده نگه شطرا که سرداغ و سردلی و اینا کوه و گندم معوده معمی رباط و از آدم ها هر که نداشته رفته از رباط گندم کوه آزوغه مخری و از اشترا و بار میکردن و مرفتین از اینجا و یک رباطم ده برو بیا و از دبرون یک شو مرفتین دیروز وزنه کاجو کو پندانه مخوره و اونجا باید بور باید دیگه هی منزل به منزل انا هی اشترا بار مکردین من لگالون ماشینا مرا این ماشین مرا و ماشین میا اودام اشترا با مرفتین هی ولی هی مامی مرا اساس ما بودین مرا نگاه دیگه بله. بعد از موقع که حسنیا معمیان چی بیا که مگه یک گروه بیان مثل راهزن حسنیا بله حسنیا معمیان و روسا معمیان برفتیان ده همه جاها قلعه راست کردین نکسات بالا قلعه بوجه ده پنتمرد قلعه بوجه ساعتا قلعه بوجه ده ششتا قلعه بوجه راست مکردین مرفتین بندی آدما بندری قلعه دار نواس مرفتین بندری بوج از سر گوش تیفنگ مکردین که اینا باز بار مکردین مرا اگر آدمار مدیان آدمار مگفتین بگفتین مار نوده ہے مار آرد ہے بے خود مو بے اسبامو مالامو مار جوده ہے کوه ده بزرگ و مستنده یا نگاه بقلعه مرفتین درش مکان ده بسین و مرا بس سید نوات سه بوجش ده سه بوجه ستی مرفتین تیرتی فهم که اینا نگه بار مکردین و مرا بسریدی با نکنه مله چند روز اگر دیا بی پیروز سالا زابلی های نه خیمه مزه هی مرف و ماما اونا مرا چونو هی مرفتین ماما دیگه ما مرا بکرولا شنو اما حسنیا دیگه هم حسنی بیان ادی بیان حسنی بیان هم یک ادی بیان روسا بیان دیجای زنگش گلوار او دا بیا حسنی ملک از کسابات بیا حسنیوکی من زینابات بیا اینا دیگر دیا بین از خطه برفت بسر و زنگش که او خوران امیا بیور زنگش قل تپه بیا امین حسنیوکی گفتن اسم چیا؟ گفته حسنی گفتن اسم چیا؟ گفته حسنی هنچی گفته حسنی باید تا کششه گفته کس کش و ما میگیری ما حسنیه اودم چیز بیا اودم همی یک جوره نرسته گیو حسنیو نه حسنی بیا راه لقب اونا بیا خال حال شدید دوره امنک الان هست و دی سرها ما اگر قدیم خالیخ اصلا پراسبویی بیا اگر یک خالیچه مدشته شو مامین بلند مکرم همیشه ده همین جارکت مکرده شو بدوزی خود آدم اینجا دو سر یک نداشتین و دو سر دیگه مدوزنده یا که چه نداشتی ها؟ مرگم نداشتی یا و دو سر وقتی گو سر مدوزو یک گازو کروزی میکرده بیان مدوزنده یا عزیز الله مجواد بود بیکار بود قچاقی بود راه مرا بر کوچه بینا کینو پخته منه شو همه ارمک مرا به سر سراش ورمک و تا مرا خیشی مرا از خانش سه چهار نور مگرفت و همونجا بالا مشو مرا و از این روزگان خودش مرا گفت که دشنه برفتم به سرات 4 نور گرفتم حالیت شو
ده زمان قدیم ایجا اگر مثلا مثل حال سال خشکی میبیاد اگر مردم از گشنه هموندی ها رفتن به سعدلی به کشمر و جوان به دربشان رفتن دیگه. اینجا فقط از آقای فردوس بیا، از آقای تبس بیا و از آقای بیشتود هر دو شوهرز از یک نفر بیا دیگوم گرفته یا به اجاره به نامده یا فقط دیگوم گرفتن. دیگوم از 5 من 1 من به دیگوم 4 من به ارباب. درسته. گوام از ارباب بیا، خارم از ارباب بیا. و سر آخر دقیقو بعد همه او چیزا حاصلوی که به عمل آورده و تحویل ارباب میده. خرمان ها دو جای در مچد و نرجد جای دم گفتن در قلعه دو جا خرمان ها دو جا بیادی بالا خرمان ها بیا. دیل زینباد پشتا مکر ما دو جا با گوارد و با بردید و بس بکوف و 4 شاخ مزه و چغیلی مکه بودم ارباب رو مگفتیم بیا باخش کو. 4 من به خودش دو جا مرخته 1 منم به دیگه و دیگه. بله. آره چنین. حالا سر دیگه ما گرفتی از کم واز اربابا حال دیگوش ایان و دیگوانا واز اربابا. بله. کدامی جز آدمای قدیم بینه یا که باشد گیام اربابا. آه دیگویا. چیپانوی قدیم و دیگوانوی قدیم و دشتونوی قدیم و همامی قدیم و اولادی ها که واسم پیشون هم دشتو بیا اولادی محمد زاده هم پیش همامی زینوات بیان دیگه. بله. همه چنین